16 ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات کارز نوحه دنقره مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی را افتتاح نموده با شرایط کاری و خدمترسانی انشاءات مذکور از نزدیک شناس شدند. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی نوحه دنقره در پرتو دستور سپارش‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تنتنه‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی فروخ دولتعلی بنیاد گردیده دارای شرایط مساعد تعلیمی میباشد. مساحت عمومی زمین مؤسسه 0.10 گکتار را تشکیل داده بنا از 7 آشیانه، تهخانه، 26 صنفخانه بر هوای تعلیمی، اتاقهای کاری، کتابخانه، صنفخانه کامپیوتری و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. همه صنفخانه و حجره های کاری با دستگاه و تجهیزات ضروری و میز و کرسی های نو و زمانوی تأمین می باشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از شرایط معاصر مؤسسه نوی تعلیمی و صحبت صمیمی با آموزگاران و دانشجویان تاکید نمودند که در شرایط پیشرفت علم و تکنیک بهتر نمودن شرایط خوب تعلیمی، آماده نمودن متخصصان کسبی در ساحه تندرستی مملکت مهم باشد و در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری مرحله به مرحله عملی می‌گردند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروزها با تشبث خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در سرتاسر مملکت بخشیده به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه دارند. البته تأسیس‌یابی چنین مؤسسه‌های تعلیمی برای به تعلیم فرا گرفتن دانشجو دختران منطقه کلاب مساعدت خواهد کرد، چون که آن نفرانی که از دهه‌های دوردست منطقه کلاب به مرکز پایتخت و مرکز ولایت رفته تعلیم گرفتن نمیتوانستند میتوانند آزادانه آمده در ناحیه تعلیم را دوام دهند. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی نوحه دنقره فعالیت خود را از روی 4 اختصاص‌های کار همشیرگی، کار فارماسیفتی، کار مامادویگی و کار دندانسازی به راه مانده است. برای در آینده به متخصصان میانه طب صاحب کسب از روی اختصاص‌های ذکر شده تامین نمودن هم ناحیه دنقره و هم منطقه کلاب می باشد، چون که در ناحیه دنقره تا تشکیل یابی مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی نوحه دنقره کالج طبی دولتی نوحه دنقره فعالیت می نمود که از روی یک اختصاص کار همشیرگی متخصصان را آماده می نمودند. از این لحاظ مؤسسه مذکور بعد تأسیس‌یابی از روی اختصاص‌هایی که طلبات زمان و جوابگویی به بازار مهنت میباشند از جمله کار مامادویگی، کار فارماسیفتی و کار دندانسازی اجازتنامه خود را گرفته فعالیت خود را در سال نو تحصیل از روی این 4 اختصاص برای خواهد ماند. با استفاده دادن مؤسسه تعلیمی در سال نو تحصیل تعداد آموزگاران زیاده از 120 نفر را تشکیل خواهند داد و قبول داوطلبان به مؤسسه تعلیمی از روی نقشه تعلیمی پیشنهاد نموده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان 580 نفر می باشند. مینه‌داری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت و آن صاحبکارانی که برای آبادانی و شکوفایی این ملت سهم گذاشتند و چنین بناها را ساختند و ساخته ایستادند می‌رسانیم. مؤسسه امکان قبول 720 دانشجو را در یک بست داشته در آن دانشجویان از روی 4 اختصاص از جمله کار همشیرگی، فارماسیفتی، مامادویگی و کار دندانسازی آماده کرده می شوند. از روی طرح در تهخانه کالج طبی اجتماعی نوحه دنقره برای آموزگاران، مدیران کافدرها و دیگر کارمندان شرایط مساعد کاری مهیا گردیده است. در آشیانه یکم و دوم بنا صنفخانه‌های بر هوای دندانسازی، آناتومیا، همشیرگی، فارماسیفتی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کیمیا، کتابخانه و در آشیانه‌های دیگر جهتی در شرایط خوب تحصیل نمودن دانشجویان صنفخانه‌های تعلیمی با امکانات‌های معاصر علم آموزی بنیاد گردیده است. در حجره دندانسازی یک عدد دستگاه معاصر موجود است که توسط آن تجربه علمی و نظریوی عملاً اجرا می‌گردد.